سلام دوستان، در این برنامه خواستگاری امیر تتلو از سارا و نیکای سریال پایتخت میبینیم. پس تا انتها ما را همراهی کنید. یکی از فانتزیام اینه که 2 تا خواهر رو با هم بگیرم، خودم بشم با جناق خودم. توی تتلیتیامون 2 تا خواهر داشتیم، دوقلو بودن. میخواستم اون 2 تا رو بگیرم، منتها حجابشون درست نبود. اونا اگه حجابشون درست بود اون 2 تا رو با هم میگرفتم. میگیرم اولین 2 خواهری که منو با هم بخوان و حجابشون درست باشه، چون برای من حجاب خیلی مسئله مهمیه، من خیلی غیرتیم. سارا نیکا با هم خواهرن، دوقلو هم هستن دیگه. آقا سارا نیکا رو برای من با حجاب هم هستم. آقا سارا نیکا مال خودم، من خودم اول از همه گفتم من میگیرم این 2 تا رو با هم. خداییشم به نظر من 2 تا دختر دوقلو یا باید با 2 تا پسر دوقلو باشن یا جفتشون باید زن یه نفر بشن. میدونی چرا؟ چون این همه شباهت داره یارو به زن من، خب من رو اونم حس دارم دیگه. لابود وقتی اینو دوستش دارم، عاشقشم، زنم شده، قیافش اون شکلی، اونم انقدر شباهت داره، من قطعا اونم دوست دارم دیگه، اون یکی خواهره.